ادامه گفتارهای رادیوی تاجیکستان. آزاده‌زادگان باز در خود را برای شما می‌گشاید. باز از خودشناسی و خودآگاهی، از شعر و شاعری، از سرود و ترانه‌های دلبری صحبت می‌کند. آزاده‌زادگان به شما راز می‌گوید، نیاز می‌آورد و شما را به خود هم صدای و هم نوا می‌نماید. باید بگوییم که این سفر هم آزاده‌زادگان از 6 فصل عبارت است. از 6 عالم راز، از 6 دنیای صوت و نوا، از 6 گفتگوزار، از 6 لحظه‌های دل‌آویز. فصل اول، عالیه سخن، افتخار از شعر و شاعری از زبان مادری. فصل دوم، چشم به چشم، صحبت خبرنگار رادیو عابدجان سعیدزاده با فولکلورشناس روزی احمد در باب سرود و موسیقی و تاثیر آن به انسان. فصل سیوم، مهر در مهر، عاید جشن مهرگان و مسمت منوچهری دامغانی در این باب. فصل چهارم، تاجیکان، دریافت معلومات تازه درباره ملت تاجیک و شناخت تاجیکان از نگاه تاریخ نگار انگلیس مونت استوارت الفینسون. فصل پنجم، پردهدار دیل، سخن چند از رساله های موسیقی و در کدام وقت و زمان خواندن سرودها. فصل ششم، ترانه های دلانگیز، در حاشیه رباعیات استاد رودکی پدید آمدن دیگر رباعیات. عالیه سخن، عالیه سخن شعر، سخنی موزون بوده زاده تفکری بلند است. از این رو بی سبب نگفتند، سخن کانسری اندیشه ناید، نوشتن را و گفتن را نشاید. سخنی اصیل، سخنی مقصدناک، سخنی هدفرس، عالم و آدم را به خود هم صدای و هماهنگ سازد، مطیع خود گرداند، اسیر خود نماید. سخنی که زاده دل روشن و عقل تیز باشد همیشه سبز است، تأثیر گذار است. ما را خوش است که سخن تاجیکی فارسی ملتی ما منبر و دارها را بیافکنده و بر رشته نظم کشیده شده. این تدبیر را عبدالشکور بلخی خیلی خوب بیان کرده است. شنیدم که باشد زبان سخن چو الماس برا و تیغ کهن، سخن بیافکند منبر و دار را، ز سوراخ بیرون کشد مار را. سخن تاجیکی هم تیغ بود هم شاه و شکر. تیغ بود که استاد رودکی با تیغ آن جهان را تسخیر کرد. تیغ بود که داستان قهرمانی ابوالقاسم فردوسی شاهنامه تاریخ ملت ما را در شجاعت و دلیری و سخن تیرازی معرفی ساخت، ولی خود او را به عذاب و آزار روبرو نمود. او گوید: شنیده سخنها فراموش مکن، که تاج است بر فرق دانش سخن. سیکه‌ی کاندر سخن، فردوسی توسی نشان. راست گویم هیچ کس از زمره فارسی نشان. اول از بالای کرسی در زمین آمد سخن، او سخن را باز بالا برد و در کرسی نشان.
متاب، پشیمانی آرد دلت را شتاب، زیراهی گیرد هیچ گونه متاب، پشیمانی آرد دلت را شتاب، درنگ آورد راستی ها پدید، زیراهی گیرد سر نباید کشید، درنگ آورد راستی ها پدید، زیراهی گیرد سر نباید کشید. خیرت زندگی جاویدانی شناس، خیرت مایه زندگانی شناس، از او شادمانی از او خرمی، از او هم فزونی و هم زوکمی، از او هم فزونی و هم زوکمی، از او هم فزونی و هم زوکمی. خیرت پرورد جانی دانندگان، خیرت ره نماید به خوانندگان، خیرت مایه جاویدانی بود، خیرت پایه زندگانی بود. دلی کس خیرت گردد آراسته، چو گنج بود پرزر و کاسته، دلی کس خیرت گردد آراسته، چو گنج بود پرزر و کاسته، مدار خیرت را برادر بود، خیرت بر سر دانش افسر بود، مدار خیرت را برادر بود، خیرت بر سر دانش افسر بود. خیرت بایدن در سر مردی کار، که تیزی و تندی نآید بکار، خیرتمند باش و بیازار باش، همیشه زبان را نگهدار باش، همیشه زبان را نگهدار باش، همیشه زبان را نگهدار باش. خیرت پرورد جانی دانندگان، خیرت ره نماید به خوانندگان، خیرت مایه جاویدانی بود، خیرت پایه زندگانی بود، خیرت مایه جاویدانی بود، خیرت پایه زندگانی بود. سخن شاعران تیغ بود که آنها در بدر شدند، رشعه بر تن عدو زدند. ناصر خسرو آورد: سخن پدید کند که از من و تو مردم کیست، که به سخن من و تو هر دو نقش دیواریم. سخن تاجیکی با آهنگناکی، با شیرینی، با روانی دلها را تسخیر کرده. شعر اگر شعور باشد، سخن ما شعور ماست. ما زنده با سخن بلند و دلپسندیم. همچنان چون تن ما زنده به آب است و هوا، سخن خوب دل مردم را آب است و هواست. دیگر آن که سخن ما در شعر و شاعری عالمگیر شد، هوش و یاد دانشمندان را به خود کشید. یکی دلبسته غزلهای سعدی شیرازی باشد، دیگری عاشق سخن ملکوتی حافظ شیرازی. سخن اهل معنی شعر است، شعر شاعری صاحب مقام دور و گوهر است. دیگر آن که خود معنی لغوی شعر به عربی دانستن و فهمیدن است. شمس قیس رازی گفته: شعر سخن اندیشیده. ادیبان و حکیمان و شاعران آزادزاده ما بر آن اندیشه بودند که سخن از عرش برین آمده است، بحر پاکان به زمین آمده است. پاکان کیست؟ آنی که دلی سرشار از عشق دارد، دلی روشن و لبریز از مهر نصیبش کشته. پس آن پاک نژادان آزادزادگان است که سخن را تخت نشین کردند، سخن را به عرش برین برداشتند. از اینجاست که ابوالقاسم فردوسی شاهنامه را از وصف خداوند جان و خیرت آغاز کند.
و شعر چون از آسمان نازل شده است به مثل موسیقی والا که آن را یونانیان باستانی همچون آهنگ متناسب گردگردش فلک ها می پذیرفتند. بازتاب است از گرمانیه های ازلی عالم کبیر در آینه معنوی عالم صغیر، می نگارد عالم معروف اکبر ترسون که به دلیل نیست. سخن زیبای و شیوای عالمان، دانشمندان و دانایان آهسته آهسته حکمت شدند، پند و اندرز گردیدند و بر رشته نظم کشیدند. زیبا و دلربا سراییدن شاعران صاحب استعداد رشک دیگران را می آورد. شعر در زبان ملت ما گل کرد، در تاریخ ریشه داشت و در زمان ما به سوی سما قد کشید. استادان بزرگ صدرالدین عینی و ابوالقاسم لاهوتی زبان شعر و شاعری را پرجلو و شیوا و باز از نو شهرتش را افزون نمودند. استاد عینی بی سبب نگوید. سخن را چون عروسان زیب داده، زبانی معرفت پرداز تاجیک. و با کتاب تاریخی و تقدیرساز ملت ما این نمونه ادبیات تاجیک استاد صدرالدین عینی گردید. ما را شناساند و دیگران از شعر و شاعری ملت تاجیک آگاه ساخت، برغم عدوان ناتوان بینان. شاعران صاحب مقام میرزا ترسونزاده، باقی رحیمزاده، میرسید میرشکر ادامه دهنده عالیه سخن بعد از استادان صدرالدین عینی و ابوالقاسم لاهوتی باشند. شاعران خودآگاه و صاحب دل مومن قناعت، لایق شیرعلی، بازار صابر، گلرخسار فرزانه و چند نفر دیگر به شعر روحی تازه بخشیدند. شعر را به اصالت ملی رسانیده به عرش برین برداشتند. مومن قناعت شعر را چنین دریافته: فارسی گویی دری گویی ورا هرچه میگویی بگو، لفظ شعر دلبری گویی ورا هرچه میگویی بگو. بهر من تنها زبان مادری است، همچو شیری مادر است. بهر او تشبیه دیگر نیست چون که مهری مادر است. خشم دریایم تمکین صبر صحرایم، نرمی چون دلی عاشق با سختی سنگ خارایم. با سودا رفت دنیا چون سمرقند و بخارایم، مکن دیگر که سودایم. سست و سختم را کی داره بودم و از دست دادم تاج تختم را. با مثل کفتری دو آمدیدم مرغی بختم را، با زیری بال رختم را. زیوری لفظی داری پرداز می دادم، سکوتی سرد اوریانی تو را آواز می دادم. زی انجامی سرودی خود را آغاز می دادم، تو را پرواز می دادم.
دلم گشتی چو پروازی، خلاصی یافتی از پنجه شهباز با بازی. چو دیدم چوجه نوزاد را در عین استازی، کشیدم بال شهبازی، کشیدم بال شهبازی، کشیدم بال شهبازی. استاد لایق شیرالی میگوید: سخن را با سخن پیوند کردم، دلم را با وطن پیوند کردم. شاعری معروف بازار صابر در این باره میگوید: در حد و سرحد شناسی جهان، سرحد تاجیک زبان تاجیک است. تا زبان دارد وطندار است او، تا زبان دار است بسیار است او. شاعری معروف بازار صابر جای دیگر می فرماید: شعر چیست؟ یک آه گرم کوتاه، یک حرف ژرف، یک هجای بجا. شاعر و شعر اگر هست، من نمی دانم که در سودای شعر، شاعری از شاعری ناشاد کیست. لیک روز بی غزل بی شعری تر ماند اگر لبهای من چون لبان چشمه های خشک پرسین میزند. هیچ کس مانند من ناشاد نیست. شکر آن وقتی که از بندی جگر بیت های تازه بیرون می شوند. در سری هر بیت همچون در سری گهواره، چون زنی نوزاد شادم. در سری هر بیت همچون در سری پیراهه، گوی محبوسی نوازادم. شکر آن شعری که مثل کودک با عذاب تلخ تولیدش کنند. روز نوروز است هر روزی که خلق میلل در جهان چون زاد روزی شاعر عیدش کنند. شاعر و شعر اگر باشد کسی غمخوار هست، چشمی بیدار و دلی بیدار هست. گونه های تیره از شعر آفتابی می شوند، خشکی های سینه ها از شعر آبی می شوند. شاعر و شعر اگر هست، عشق هست، رحم و ارمان هست. یعنی در سری گهواره طفلان هنوز مادران شب زنده‌داری می کنند، اله در لب شیر در پستان هنوز. محترم خلقی که او نیران و اسکندر نداد، لیک کلدیران و بیران داد. و محترم خلقی که شاعر پرور است، محترم خلقی که شاعر پرور است. شاعری که سینه‌اش هر نکته را می کند چون معدنی از کان، بلکه همچون پاره از جان. مثل محبوسی که در تلواسه جان کندنش می کند دیوار محبس را بدندان. خلق روزی توی و وقتی ماتمش، دفتر و دیوان او را می کشاید همچو دسترخوان خیش. شیر او را تشنه ها چون آب می نوشند و چون نان حلال گشنه ها با هم برابر بخش و قسمت می کنند. شاعری را آفریدن کار 100 ساله است، سخت کار بار 1 سیاره است. همچو ثروت شاعری گم کردن آسان است و لیک همچو شهرت شاعری دریافتن بس مشکل است. قطعه خالی است بی فردوسی توسی هنوز، قطعه بیچاره یک شاعری صاحب دل است. گرچه شاعرها در عالم دیر پیدا می شوند، گرچه ننگ شاعری بر مرگ القا می کند، گرچه عمر شاعران بسیار نیست،
کی چو من در آرزوی عمری حافظوار نیست؟ کی نمی خواهد که روزی نه اگر یک ساعت همچو شاعر زندگانی کرده میرد شاعری؟ شاهکار نه اگر بیت بماند یاد بود در زبان ملتی خود. راضیم بدبخت باشم لیک باشم شاعری، راضیم سرسخت باشم لیک باشم شاعری. راضیم چون سعد سلمان با گناه شاعری در چاه و زندانم کنند. راضیم چون سعد سلمان با گناه شاعری در چاه و زندانم کنند. چون هلالی شیر در لب سنگ بارانم کنند. شاعری در بود و در بنیاد من، کاش بی درمان شود درد است اگر درد شیرین دردی مادرزاد من. گر خطا باشد گر افغانش سرم، در بهای سر نمی دانم خطای دیگرم. راضیم من در خطای شیر رنجورم کنند، بلکه همچون رودکی کورم کنند. راضیم میرم مرا در خاک نگذارند و لیک شیر در دستم بمیرم، شیر در حلقم بمیرم، شاعری خلقم بمیرم. هرچی او از مال دنیا داشت داد، خطه‌ای بلخ و بخارا داشت داد. سنتی والا و دیوان داشت داد، تخت سامان داشت داد. دشمنی دانش گدایش دانشی سینا گرفت. دشمنی به سنتش دیوان مولانا گرفت. دشمنی صورت پرستش صورتی به ذات برد. دشمنی به خانه اش در خانه او جا گرفت. دشمنی به خانه اش در خانه او جا گرفت. وطن تا بر کفن هر بود و نابودش کی بود. بر وطن قلب و کفن قلب بنده ها بخشید و داد. از وطن تا بر کفن خود را ادا کرد. از وطن تا بر کفن خود را گدا کرد. عاقبت از هفت اقلیم زیر پایش یک قدم ماند. یک قدم از ملکی جمع ماند، لیک در دستش قلم ماند. با قلم در هر قدم ماند. در سرایش تاجیک از بختی نگون،
گرچه با گبرو مسلمان هم سرا بود، هم رسول و هم خدا بود، در زبان اما جدا بود، در زبان اما جدا بود. هم رسول و هم خدا بود، در زبان اما جدا بود، در زبان اما جدا بود. آج گم کرد و زبان را گم نکرد، آج گم کرد و زبان را گم نکرد، تخت گم کرد و زبان را گم نکرد، تخت گم کرد و زبان را گم نکرد. در حد و سرحد شناسی جهان، سرحدی تاجیک زبانی تاجیک است، تا زبان دارد وطن دار است، تا زبان دار است بسیار است، تا زبان دارد وطن دار است، تا زبان دار است بسیار است، بی شمار است، بی حساب است، بی حد است. استاد لایق میگوید زیرودی رودکی بود، سرود ما درود ما، زرشته سخن بود، بقای تار و پود ما. خیام در قعر اقیانوس. عالمان امریکا و فرانسه سفینه مسافرکشی امریکایی تیتانیک را که ضمن سفر نخستینش 73 سال مقدم در اتلانتیک شمالی غرق شده بود، از قعر 4000 متری اقیانوس پیدا کردند. میان صندوق‌های پر از جواهرات در این کشتی یک صندوق پولادی با ترجمه رباعیات عمر خیام نیز دریافت شده است. سفینه غرق دریا شد. درون آن سفینه یک سفینه رباعیات شورانگیز خیام سخنور بود. سفینه در سفینه غرق دریا شد. رباعیات دریاگیر شد، زیرا دل خیام اندر سینه دریا تپیدن داشت با امواج افکارش، تپیدن داشت با امواج اسرارش. چو همزادند از روز بنا اقیانوس شاعر، دل دریای شاعر هم نوا شد با دل دریا. دو دریا یا دو اقیانوس کنار همدیگر بودند، یکی دریای معنی ها، یکی دریای ماوی ها، ولی دریای معنی ها غیرتر بود از دریای آبی ها. نخستین بار در عرض وجود خیش رباعی خوان شد اقیانوس، رباعی خواند و طوفان کرد، رباعی خواند و طغیان کرد. زیبس اندر نهاد هر رباعی شور و عصیان است، زیبس اندر بساط هر رباعی شوری انسان است. میان گنج‌های بیشماره در این دریای ناپیدا کناره، به از 100 مخزن سیم و زر و 100 خرمن گوهر، رباعیات عالمگیر خیام همه فطرت همه تدبیر خیام بشارت داده از پایندگی خیش، به قعر بحر بهره بردند از زندگی خیش. و از شعر و سخن هم مقصد شاعر چنین بوده که روزی از سرا تا بر ثریا و یا در روی خاک و در دل دریا، دل امید روزی خوشتری یابد، به درگاه دل دنیا دری یابد. چو اندر 4 سطری هر رباعی 4 عنصری ازل پیداست، چو اندر 4 سطری هر رباعی 4 سمتی عالمی پهناست. میان این همه سردرگمی ها ز هر سطر رباعی زندگی سمتی رهی یابد
و یا اندر کشاد مشکل عقلی آگهی یابد. بدین امید دانی در دل پرشور اقیانوس، دل گرمی تپیدن بوده بی آرام، دل خیام علیه زمره منحوس عالم سوز. اولیهای سخن شعر اصیل، شعری که ما رو به وجد آورد، به اندیشه کشد، در عالم زیبایی را کشاید، به کوی خودشناسی و خودآگاهی و میهن پرستی برد. ما را به ما شناساند. سخن اصیل، سخن روان و آهنگناک در شعر طلوع کند. در شعر اصالت زمان و دوران ملت ما گردد. از این رو گویند که شعر ناله خیالانگیز یا یک دسته واژه آهنگدار است. همین است عالیه سخن تاجیکی. شعری که سروده از شاعر سری وقت، ثبت از چو نقش سنگ در خاطر وقت، ورنه به 1000 ساله خاطره ها نی وقت رسد زندگون شاعری وقت، نی وقت رسد زندگون شاعری وقت. ای کاش که رازی رودکی را یابم، یک زمزم سازی رودکی را یابم، هرگیز نکنم شکایت از پیری خویش، گر عمری درازی رودکی را یابم، گر عمری درازی رودکی را یابم. شاعر نزور کند شاعر و نزار شاعر، پیغامی حق است بر زبانش همه عمر، حقا که به ذات خویش پیامبر شاعر، حقا که به ذات خویش پیامبر شاعر. شاعر شاعر عجب عجب تقدیری، یک دم زی غم دور شبی میمیری، زین روی به دستانی توانایی سخن، از گردنی مرگ و زندگی میگیری،
از گردنی مرگ و زندگی میگیری. شاعر 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 شاعر. چشم به چشم. موسیقی در حیات هر یک فرد جامعه موقع خاصی را اشغال می نماید. آن با حیات همه روزه انسان علاقه ناگسستنی داشته در هر دور و زمان وقت و ساعت انسان را همراهی می کند. با واسطه موسیقی انسان معرفت زندگی، زیبایی شناسی، دانستن خود و اطرافیان، شناخت ظاهر و باطن، حسیات درونی و روش زندگی را درک می کند. با واسطه موسیقی ما همدیگر را می شناسیم، درک می کنیم، با خوشبختی همدیگر شریک می شویم. با واسطه موسیقی ما می توانیم خاطرات گذشته را به یاد آوریم و احساسات شیرین خود را بیان سازیم. این مندرجه را در ادامه برنامه آزاد زادگان صحبت خبرنگار رادیو آبیجان سیدزاده با فولکلورشناس روزی احمد دوام می دهد. به نظر فولکلورشناس روزی احمد موسیقی ما شخصیت فرد و عمومیت ملی ما را به دیگران معرفی می نماید. زادگاه دوست داشتن، میهن دوست داشتن یک عامل طبیعی فطری است در انسان یا در نتیجه تحمیل، گفتن، آموختن به وجود میاد. وطن خواهی، وطن داری همیشه ورد زبان خلق بود، ورد زبان شاعرهای ما بود. مثلا در بین شاعران ما، در بین گذشتگان ما همیشه این چیزها جای اول را میگیرد. انسان باید وقتی که تولد شد از مادر و پیش از همه راه خوب هدایت کرد، انسان جوانهای هدایت کرد. وقتی که نای زبان ازبکی خمیش میگویند، نای این کلمه تاجیکی است. همین نای آسمان نگاه کرده رفته میگیرد، این اطراف نگاه نمیکند. باید میگیرند و از وی بریا میسازند. بریا که ساختن وی تگی پا میشد. بسیار بیت عجیب است. آن همین چیزا افاده کرده است. مکن گردن فرازی تا نسازد دهر پامالت، که نی آخر ز جرمی سرکشی ها بریا گردد. بریا از چی میشد؟ از نی میشود. از نی مثلا بریا میکنن، بریا شد تگی پا میشد. یعنی انسان همیشه باید خاکسار باشد. میگویند که خداوند وقتی که انسان آفرید، وجود انسان به جان آفرید. اول از گل انسان آفرید، بعد خواست که جان به وجود وارد کند. جان نرفت، موسیقی را آفرید. وقتی که موسیقی را آفرید، آهسته آهسته شعر آفرید. با توسط موسیقی فورا جان وارد وجود شد، وجود انسان شد. انسان جاندار که زنده شد. ببینید موسیقی ما، شعر ما برابر جان است. برای همین شش مقام این بهترین موسیقی است. وقتی که وی با تنبور نواخته می شود، چون نظر صاحب فضلین پدری بابا قلباکا فیضلایف، اینها شش مقامدان ها بودن. اینا فقط تنبور که کار میکردن. تنبور این یک بسیار درجه عالی موسیقی است. حاضر تنبور نواز قریب نمی بینید. در انسامبل بستان میبینن قریب تنبور نواز نیست. و تنبور هر کس نواخته نمیتواند. و دل انسان رگ و پیوند انسان به ذوق میآورد، به آفرینش میآورد. و باید ما بیشتر موسیقی های کلاسیکی همان را رشد دهیم. ایجادیات شفاهی، بهترین نمونه های ایجادیات شفاهی را چاپ کنیم. افسانه ها را برای کودکان چاپ کنیم تا اینکه همین در ایجادیات شفاهی مردم این منبع تمام مثلا معنویات مردم هست. موسیقی های کلاسیکی ما شش مقام این درجه عالی صنعت هست. البته دیگر فلک هست دیگر، لیکن موسیقی ما، موسیقی شش مقام ما رو ما باید بسیار
رشد دهیم. وقتی که چشمک‌ها ما می‌نوازن، وقتی که تنبور می‌نوازن، انا رقص ها با انا کن رقص، هر یک حرکتی رقص تاجیک با معنی دارد. حاضر چی شده است؟ رقص های ما را آورده با یک دیسکوتک تبدیل دادند. اینطور نمیشد. انا همین دستای حرکت های بجا کرده، این رقص تاجیکی نیست. رقص های ما کاهش یافتند. مراجعه میکردم که بیشتر با گذشته های ما، با شش مقام و اسباب های موسیقی کلاسیکی ما رو بیارن. بیشتر دف، تنبور، نی. موسیقی برابر جان است، جان انسان است. باید ما با تپر این چیزها را از بینش کمتر کنیم و موسیقی های واقعی کلاسیکی تاجیکی رو بیاریم. هم در کولا، هم در مثلا غرب، هم در دیگر ولایت ها موسیقی های بسیار فارم داریم. ما بسیار آهنگ های فارم داریم. اونها پیشنهاد کنیم. برای چی میگن که موسیقی سرحد ندارد؟ چون که موسیقی سرحد ندارد، این که موسیقی نغز در دیگرها میگیرند. اگر موسیقی فارم باشد سرحد ندارد، برای آنکه موسیقی های نغز، آهنگ های نغز مردم میگیرند، حرکت میکنند که اینا یاد گیرند، نواخته نشه یاد گیرند. برای هم سرحد ندارد. موسیقی نغز میرود هم تو. شکلی که شعر خوب در بین مردم ما سرحد ندارد، موسیقی هم سرحد ندارد. ما باید موسیقی واقعی را ما تشویق کنیم، اونها را بسیار نشان دهیم، اون شنوانیم. برای همین من خواهش میکردم که از ایجادیات فضلی شاه ها و مثلا جروی مراد و جروی نظری و از دیگرها آهنگ های خوب بیشتر به مردم شنوانیم. اون تپر دقره کمتر کنیم. بسیار حالت می شود که وقتی یک سرود خوب میشنوید، نوبسته به اون که زبانی وی میدونید یا نمیدونید، اون سازهایی که به اون سرود اجرا شده است برای شما شناس هست نیست، همون به انسان قبول میشد. برای چی همین خیلی است؟ تا عمر بود در هوس روی تو باشم، گر خاک شوم خاک سری کوی تو باشم. فردای قیامت نروم جان بی تو بی، در سایه سروی قدی دلجویی تو باشم. وقتی که شاه نظر سایه گفت، اینا میخوانند این آهنگ شاه نظر سایه گفت، وجود انسان آرام آغوش می‌یابد. این شعر هلالی است. تا عمر بود در هوس روی تو باشم، گر خاک شوم خاک سری کوی تو باشم. این شعر است. تا عمر بود در هوس روی تو باشم، گر خاک شوم خاکی سری کوی تو باشم. هرگز نکنم آرزوی سایه تو، در سایه سروی قدیم دلجویی تو باشم. خوش آن که زبان از پیداش نام براری، من دست برآورده داغوی تو باشم. من دست برآورده داغوی تو باشم. پهلوی تو پیوسته نشینم رقیبان، تا من نتانم که به پهلوی تو باشم.
شهم یا اینکه شعرهای حافظ بسیار صمیمی است، بسیار وجود انسان را به ذوق می‌آورد، محبت انسان را به شعر شاعری بیدار می‌کند، انسان را به نیکوکاری، به دوستی و رفاقت وادار می‌سازد. این چیزا را ما باید ترغیب کنیم. وطن دوستی، میهن دوستی، زادگاه دوست داشتن، یعنی همینو در آدم در نتیجه تحمیل کردن رشد میکند، یک حرکت خودجوش است. برای انسان هر یک چیزی که از طرف دیگرها گفته میشد، مثلا برای کودک همین چیز به توسط شعر، به توسط گفتار نیک همین چیزا به وجود میآید. خود به خود کودک مثلا وای وطن دوستی را نمیتواند و وای همین چیزا یاد دادن در کار ما باید مساعدت کنیم. باید شعرهای نظر با کودکان نایستیم اذیت کنند. چخیلی که پیش ایده ها میدادن، در ایده ها نوروز شد و شادم از قید غم آزادم، یا اینکه بهار آمد خداوندا دلی ما شاد و خرم کن. این چیزهای خود به خود به وجود نآمده. اینا دیگرها نوشتن، ما جوانها از خود کردن. توسط من همین چیزها انسان کامل می شود، انسان به پایان می رسد. وجود انسان مثلا به همین پرورده شود. اگر انسان کارهای نیک میکند، شاعرهای هم به خود به شاعر نمیشوند، خود به خود اونها مثلا آهنگساز نمیشن. در نتیجه شنیدن من همین آهنگهای زیبا، آهنگهای دلنواز، همینها آهسته آهسته انسان وجود انسان تربیت می‌یابد، انسان کامل می‌گردد. در وصف دیار، در وصف وطن، در وصف زادگاه شعر گفتن، آهنگ ایجاد کردن، این چیزی بسیار خوب است. این چیزی است که انسان هم انسانی کامل این کارها را میکنه. انسانی که وقت کامل است، وطن دوست می‌دارد، زادگاه دوست می‌دارد، زبان مادری از دوست می‌دارد و هیچ وقت چیزهای ناشده ترغیب نمی‌کند. بهترین شعرها، بهترین آهنگها، بهترین مثلا گفتارها را پیروی میکند. این چیزها خود به خود نمیآید. این چیزها را من یک بار دیگر میگویم که اینا ما باید برای این باید دیگرها مساعدت کنند، زبان شناسا مساعدت کنند، ادیبان مساعدت کنند، آهنگسازها مساعدت کنند. شعر شاعری این خود به خود مثلا به وجود نآمده است. از حد زیاد دوست داشتن وطن بهترین شعرها به وجود آمده است. لاحتیت گوش کنید. وطن ویرانه از یار است یا اغیار یا هر دو، مصیبت از مسلمان هاست یا کفار و یا هر دو. این چیزها هست که تمام وجود شاعرهای نیک و سرشت همین چیزها بیدار میکند، همین چیزها ترغیب میکند. 4 نفر عازمی سفری دیار ترسناده. همینجا من خاطر مانده سال 56 رفته بودیم. لرزان لرزان برگ نیستان دلمی، آزرده شده از این کوهستان دلمی. من گفته بودم سرم بگیرم بروم، پابسته شده از به نام مسلمان دلمی. برای همین چون شعرهای ما شعرهای وطن دوستی است، وطن خواهی است. میگه لرزان لرزان برگ نیستان دلمی، آزرده شده از این کوهستان دلمی. من گفته بودم سرم بگیرم بروم، پا بسته شده از به نام مسلمان دلم. یعنی کوهستان چیز جای زیبا است، لیکن کسی که پا بسته باشد، محبوبت داشته باشد، از وطنش دور نمی شود. هم وطن دوست می دارد، دلدارش دوست می دارد، همیشه در وطن. برای همون همیشه با وطن بودن لازم است. همیشه با وطن بودن این چیز خوب است. برای همین بسیار چیزایی هست که ما نباید فراموش کنیم. یک شعرهایی که گریه میکنید در همون غریبی آفریده شده است و شعرهای هم میخونید بسیارم جگرتان پاره پاره میشود برای وطن، برای همون بهوده خاکی وطن از تخت سلیمان بهتر نمیگوید، خلق بهوده نمیگوید. این چیزها را ما باید ترغیب کنیم. تشکر برای صحبت پرمحتوا. مسافری دلم نالونای، آی آدم بغمه همیشه سرگردونه. آی امشب چه شبی که یاد مادر کرد،
شبای که یاد مادر کردم، آی بر خانه بابای دلم خزمونه. آی هر کسی غریبی به وطن برگردد، آی با دشمن خود یارو برادر گردد. آی هر قطره آب در نظر دردانه، آی هر ذره خاک در کفش سر گردد. آی هر قطره آب در نظر دردانه، آی هر ذره خاک در کفش زر گردد. آی باشد که فلک به کام انسان باشد، آی هر مشکلی برایش آسان باشد. آی یک خدای نانی گندمی از مزشان، آی یک کاسه آب از درفشان باشد. آی یک پاره نانی گندمی از مزشان، آی یک کاسه آب از درفشان باشد. آی در شهری مسافری دلم نالونه، آی آدم به غم همیشه سرگردونه. آی در شهری مسافری دلم نالونه، آی آدم به غم همیشه سرگردونه. آی آدم به غم همیشه سرگردونه. مهر در مهر. جشن، عید و ایام کس را بالیده روح و شادمان می کند. آخر وقتی که می بینی خورمدلی دوستان را، تیاری و آمادگی به روز شادی را دلت می بالد، روشن می گردد. آوای نی و دف، رباب و دوتار و کرنی و سرنی فضای فرح افزا و دلربا را به میان آورد. دل از شادی برقصد، ببالد و زمزمه کند. شاد باشد که جشن مهرگان آمد، بانگ و آوای درای کاروان آمد. کاروان مهرگان از خزران آمد، یا ز اقصای بلاد چینیان آمد. نه از این آمد بله از آن آمد، که ز فردوس برین ز آسمان آمد. هر مصرع، هر بیت مصمت منوچهر دامغانی شادی فضای است. خورمدلی بالای خرسندی آرد. خود جشن مهرگان در ماه مهر عید شود، ماهی که نقل و نوا فراوان، دهقان حاصل دلخواه به دست آورده باید فراغت کند، عید کند، شادمانی کند. ای باغبان ای باغبان، آمد خزان آمد خزان. بر شاخ و برگ از درد دل بینگر نشان بینگر نشان. ای باغبان هنوش کن، بانگی درختان گوش کن.
از هر طرف صد بی زبان هرگز نباشد بی سبب گریان دو چشم خشک لب نبود کسی به درد دل رخ زعفران ای باغبان آمد خزان بر شاخ و برگ از درد دل بینگر نشان حاصل در آمد زاغی غم در باغ می کبد قدم برسان به افسوس ستم که گل ستان که سرسمه که نسترن که سرو لاله یاسمن که سبز پشانی چمن که ارغنوان ای باغبان آمد خزان بر شاخ و برگ از درد دل بینگر نشان ای باغبان آمد خزان بر شاخ و برگ از درد دل بینگر نشان شاعر این جشن را با مهر با دلی لبریز از عشق پیشواز گرفته و همگان را آگاه می سازد که مهرگان آمد هام در بگشاییدش اندر آرید و تواضع بنماییدش از میان راه اندر برباییدش بشنانید و به لب خورد بخواییدش خوب دارید و فراوان بستاییدش هر زمان خدمت لختی بیفزاییدش. مهرگان مهمان سیرسک و سیربار است. حاصل دهقان، باغبان و پالیزبان همه سرجم نشده باشند هم خانه و انبارها خالی نیست. جشن مهرگان همه رو وادار میکند فصل مهر آمده مهربان باشید، همدیگر را با حاصل به دست آمده خیش سرفراز سازید. باز منوچهری دامغانی مصمت خیش را ادامه داده سراید از مهر، از صدق. نگرید آبی و آن رنگ رخی آبی گشته از گردش این چنبر دولابی. رخی او چون رخی آن زاهد مهرابی بر رخش بر اثر سبلت سقلابی. یا چنان زرد یک جامعه اون نابی پرزی برخواسته زو چون پری مرغابی. آره، در جشن مهرگان طبیعت رنگ باخته، رنگ ریزی شده. آب صاف، تاک و درختان رنگ زرد، آسمان پست آمده، آبی صاف خود را به سما شبیه نموده. این همه رنگ و رنگی و رنگ آبی گرفتنها در عید مهرگان است، بر پیشواز این عید نیاگان است. خود شاعر به شادی و دعوت نمودنش در جشن مهرگان از تحت دل است و این منظره را نیکو دیده، نیکو برشته این نظم آورده. باز او سراید تنتنه کند مهرگان را، وان ترون جندش چون دیبه دیناری، گر بیمالی و بیمالند و نپگذاری. زو به مقراض برش دو سه برداری، کیسه دوزی و در جشن پدی داری. وانگه آن کیسه کافور بیان باری، در کشی سرش به ابریشمی زنگاری. مصمت منوچهری به جشن مهرگان بخشیده شده است. او خود مصمت سرا بوده، در این نمود شعری استاد است. مصمتی که حالا آوردیم به جشن مهرگان بخشیده شده پررنه بود، ولی با همین بندهای آورده از مصمت شاعر احساس می‌گردد که او صاحب استعداد فوق‌العاده و ناتکرار است. ببین جشن مهرگان در ایجادات شاعران چون منوچهری چیسان با مهر و محبت تصویر یافته وصف شده. مهرگان نوروز در فصل برگریزان است، در ماه مهر است
و از نو زنده شدن این جشن گردش تاریخ است. فرزندان با اور و ناموس و آزاده‌زاده همیشه تلاش میکنند که به اصل خویش رو بیارند، خود را در رسم و آیین نیاگان دریابند و به امروزیان معرفی کردن مهرگان هم این نشانی خودشناسی است. چه خوش می بود شاعران ما، عالمان ما، تاریخ نگاران ما اصالت این جشن را به ما کشایند. شاعران صاحب ذوق مهرگان را چون نوروز دریابند، شناسند و ستایش کنند. آخر چی گویم که شاد باشید که جشن مهرگان آمد. زمان نه هیچ دنیا همه هیچ ای هیچ زی بحری هیچ بر هیچ مپیچ دانی کیزی آدمی چی باقی ماند مهر است و محبت است و باقی همه
عقل کن. تو هرچی گفتی صادقی، حاکم تویی، حاتم تویی، من گفتگو کمتر کنم، من گفتگو کمتر کنم. مونستوارت الفینسون، تاجیکان. راجع به معنای کلمه تاجیک درباره خود تاجیکان و تحت همین عنوان از نیمه دوم عصر 19 محققان اثرها ایجاد نمودند. تا امروز به ما تاجیکان گربنکین سال 1872، تاجیکان شیشف سال 1909 سنت پترزبورگ و سال 1910 تاشکند. تاجیکان با چرک تاریخی برتالد سال 1925، تاجیکان کوهستان گینزبورگ سال 1937. معنی کلمه تاجیک استاد صدرالدین عینی، تاجیکان قراتگین و درواز در زیر تحریر کیسلیاکوف و پیسارچیک سال 1966، تاجیکان اکادمیک باباجان غفاروف مسکو سال 1972، تاجیکان در آینه تاریخ اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت تاجیکستان محترم امام علی رحمان سال 1997 و یک قطار محققان دیگر معلوم بود و هست.
یعنی تالیف اثرهای تاریخی درباره این ملت به نام تاجیکان تاریخ تقریباً 150 ساله داشت، ولی تا به این روزها به اکثریت معلوم نبود که هنوز بیش از 200 سال مقدم یک نفر از محقق دیپلمات بریتانی مونت استوارت الفینستون به طرز زیست و زندگی، مشغولیت و خصلت‌های تاجیکان کوهستانی افغانستان توجه ظاهر کرده مشاهده های خیش را در یکی از باب‌های کتابش افغانان، جای، فرهنگ، نژاد، گزارش سلطنت کابل با نام تاجیکان جای داده است. البته معلوم می شود که الفینستون در علاهیدگی و مخصوص آید به تاجیکان تحقیقات نبرده است، بلکه او در برابر تاریخ، دین، باورها و همه قوم و قبایل همان روزه سرزمین افغانستان بوده، خصوصا درباره تاجیکان نیز معلومات داده است. ولی معلومات‌هایش بی‌غرضانه، صمیمی و برای ما تاجیکان در وضعیت حساس امروز جهان خیلی سبق آموز است. نگفته نماند که کتاب افغانان، جای، فرهنگ، نژاد را محمد آصف فکرت از زبان انگلیسی به فارسی ترجمه کرده است. بار اول موادی به تاجیکان بخشیده الفینستون را در رادیوی تاجیکستان ما هیئت ایجادی برنامه آزادگان به سمع شما شنوندگان میرسانیم و یادآور میشویم مواد مذکور از جانب تاریخچی روزنامه‌نگار جمعه‌خان سیدعلی از فارسی برگردان شده در مطبوعات نشر شده است. ما درباره نوشته مونت استوارت الفینستون صحبت آغاز کردیم. یعنی در نوشته این دیپلمات بریتانیایی یعنی تاجیکان چگونه افاده شده است، یعنی کی هستند تاجیکان، ادبیات، فرهنگ، عموما نظر این دیپلمات به تاجیکان چی بوده است؟ آنچه که الفینستون در اینجا دیده است و در همون باب تاجیکانش در این کتاب ذکر کرده است، میگوید که تاجیکان چند طبقه هستند. میگوید که تاجیکای کوهستان هستند، تاجیکان برکی است، تاجیکان فرمیلی است و سردهیان و سیستانیان است. و میگه که تاجیکان با افغانان روابط حسنه دارند که هرچند آنان را فرودست خویش میشمارند. رفتارشان متکبرانه و توهین‌آمیز نیست، بلکه با آنان خویشاوندی میکنند و معاشرت برابر دارند. تاجیکان بیش از افغانان به حکومت مالیه میده و سهم مهمی در تدارک سپاهی و سپاهی هم دارند. خب میگه در مسئله تعداد تاجیکان شما ببینید، میگه که شمار تاجیکان در شهرها بسیار است و بخشی عمده جمعیت اطراف شهرهای کابل، کندهار، هرات و بلخ را تشکیل میدهند، در حالی که در مناطق نافرمان کشور مانند مناطق هزاره، غلچی، جنوبی و کاکر به ندرت نگاه تاجیکی را میتوان هم یافت. در مسئله خصلت‌های اونا میگه تاجیکان مردمان صلحجو و تابع حکومتند. افزون بر کشاورزی، بر صنعت‌ها و پیشه‌هایی که افغانان ترک گفتند نیز می‌پردازند. مردمان ملایم‌طبع، باوقار و زحمتکشند. از بسیار جهت در افغانان حل شدند، اما بیشتر خصایل یعنی خصلت‌های حمیده‌شان و نه کمبودی‌هایشان را پذیرفتند. طبیعتشان چندان سپاهیگرانه نیست، هرچند که به تازگی خوی سپاهیگری در آنان بیدار شده و نیرو می‌گیرد. آنان همه صنایعان سخیرند، اینجا که بعدشان مجال نه برای پایداری و نه برای گرویز می‌دهد، نخستین آماج فشارهایند و به همین سبب از وضع کنونی سلطنت راضی نیستند. و در یک جایی باز ذکر میکند در مسئله خوب اونو میگه که خوراک از نون مثلا از ارد از گندم است، ولی بیشتر اونها میگه که خوب تود رو در آفتاب خشک کرده، ارد کرده و اون رو استفاده میکنن در وقتهای مثلا زمستان و بهار. و درباره جمعیتشون چی میگه الفینستون؟ میگه جمعیت کوهستان یعنی این تاجیکان رو در نظر دارد، با اون ایده بسیار پراکنده قابل توجه است و گفته می شود که به 40,000 خانوار می رسد. بخشی از کوهستان رو باید از این ناحیه جدا شمرد و اون بخش کوچک و بیابانی است که ریگ روان نام دارد و بر روایت ابوالفضل صحنه داستان‌های رمانتیک است. عجیب چیزی که بعضا اون خصلت‌های را او دیده است و ذکرم کرده است که خیلی در همین شب و روز برای مردم ما بسیار اصلاح همون بسیار ضرور است.
нерӯи ин сарзамин ба мардумони он вижагиҳои бахшад онҳоро аз дигар тоҷикон ки бештар ёд кардем мумтоз сохтааст. онон аз салтанати Кобул мустақил ва умуман тобеи раисони хешанд. аз нигоҳи хасоили шахсӣ мардумони далер тунду саркашанд, шефтаи набарданд ва дар бистар мурданро нанг мешуморанд. сарбозон махсусан дар кӯҳнавардӣ пиёданизоми хубеанд, вале ҷуръат ва шуҷоаташон дар беиттифоқиҳои дохилӣ аз миён меравад. гоҳу бегоҳ ҷангҳои миёни ақвом ва рӯстаҳо рух медиҳад, аммо даъвоҳои инфиродӣ бисёр аст. ҷангҳои миёни рӯстаҳои минтақа дар муқоиса бо манотиқи дигар натоиҷи бисёр ҷиддӣ медиҳад, зеро қатъи як дарахт ҳамчун дарави як маҳсул осон, вале пардохти тавонаш бисёр ҷиддӣ аст. хуб дар як ҷои дигар боз ҳам зикр мекунад, мегӯяд ки хуб дар масъалаи мазҳаб шуна мегӯяд кӯҳистониён сунниям ва бо порсиён ва ҳамаи шиёни дигар хусумати беандоза доранд. албатта ин чиз будааст мутаассифона. онон чандин хон доранд ва раиси ҳамаро хонҷӣ гӯянд. як сухане бозам амуна такрор мекунам ки бисёр зарур аст. мегӯяд ки дар идомаи он ки мегӯяд ки сипоҳиянд ва дар бистар мурданро нанг медонанд, изофа мекунад ки вале шуҷоаташон дар беиттифоқиҳояшон аз байн меравад. яъне ҳамин парокандагии тоҷикро дар 200 соли қабл як дипломати бритониёӣ эҳсос кардааст ва ина зикр кардааст. ва шумо бибинед ки мо натиҷаи амира дар солҳои 90 дидем ки ҳамин чиз ба чӣ овардасон. хушбахтона боз ҳам бо ҳамун хидматҳои бузургу беандозаи асосдори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат ҷаноби оли муҳтарам имоми раҳмон, хуб ин дар як муддати кӯтоҳ рафт гардид ва боз ҳам ба вуҷуд омадани ҳамун ҳаракати ваҳдати миллӣ ҳам то имрӯз самари худро дода истодааст. من همان گم گشته ای صد بار پیدا گشتم قطره 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 جمع گشتم باز دریا گشتم جوشنی من دفتر است و خنجری من خامه است جوشنی من دفتر است و خنجری من خامه است من نمیمیرم به نامم جاویدانی نامه است اولین بیننده
خورشیدم از روزی ازل، زندگی را پرتوی امیدم از روزی ازل. پیروی خورشیدم و روشن دلی عالم منم، شمعی پر نوری خرد در محفل عالم منم. لذتی اسرار معنی را به من بخشیدن، گنج های سرمدی کانی سخن بخشیدن، در همه روی زمین دانن اجدادی مرا، لفظی من گفتاری من طبعی خدا دادی مرا. کاخی جاویدان این است، از خیشتی جادی من است. خانه ذاتی اهل فهم است، به دل آبادی من است. مست چون خیام از دیگر می مینا منم، دردمندان را طبیبم، وارثی سینا منم. گر از اجداد به اولادش غم و آزار ماند، لیک از اجدادی دوراندیشی من اشعار ماند. شاه را سحری کلامی رودکی بخشید نن، رنگ را گردان حافظ با دو حرف از راه جنگ. من همان همت بلند و دلکشادی عالمم، در غمی آسودگی روزگاری آدمم. همتم را دید زرخان زرم را بردن، گنج های مرزی شاعر پرورم را بردن. گر زرم را بردن آبی زرافشان کم نشد، گرچه لعلش رفت سنگی
از بدخشان کم نشد، سیل با دشت برد گنجی خاک ختلان کم نشد. کم زمین شد لیک فیضی تاجیکستان کم نشد. کم زمین شد لیک فیضی تاجیکستان کم نشد. کم زمین شد لیک فیضی تاجیکستان کم نشد. مطلب خیلی جالب از سوی دیپلمات بریتانی دیپلماتانه نوشته شده است. آن زمان تعلیب شده که انگلیس غدار در شبه قاره هند از پی محو تاجیکان و نیز کردن زبان پارسی که زبان رسمی این کشور در 700 سال آخر بود پیکار میکرد. مونت الفینستون بیگمان این سیاست استعمارگرانه کشور متجاوزش را میدانست و در نگاشتش از تاجیکان هند، ایران، آسیای میانه اصلا یاد نمی کند. دوم، از تاریخ آگاهی کافی ندارد که حضور ازبک را در خراسان و آسیای میانه به آغاز نشر اسلام توأم شمرده است. شاید منظورش از ازبک ترکان بودند، به اشتباه نام آنان را ازبک آورده. سوم، وی ذکر میکند که تاجیکان در تخمینات جمعیتی در سلطنت کابل 1,500,000 نفر بودند یاد شدند. در حالی که در چند شهر دیگر افغانستان از جمله تاجیکان زندگی و کار میکنند، حالان که در آن دوره بزرگترین مضافات های این کشور کابل و بغلان و تخار و سمنگان و بدخشان و شبیرغان و بلخ و هرات و غزنه و قندهار همه اصلا از تاجیکان بود و همه این سرزمین پارسیگو بودند. دیپلمات انگلیس اما اقرار میکرد که تاجیکان پارسیگویند، هنرمندند، تعامل شهری دارند، با وقار و مرد حرب و جنگند و در بستر مردن را اور میدانند. چهارم، اقرار نمی آورد که اسم افغانستان ساخته و بافته انگلیس بوده. تنها در عصر 18 از پی قدم نامبارک این لوردها به خاطر تجزیه ایران زمین تافته و بافته شد و این دیپلمات ذکر نمی کند که این سرزمین از توس و نیشاپور گرفته تا ورارود و خراسان نام داشت و یک زمان پایتختش بخارا و سر تا سر تاجیک نشین بود. حتی نیشخند می‌زند که تاجیکان در سایه دولت این و آن پناه بردند، گویا دولتی نداشتند. با این وجود خیرش بود که در ماورای وحشت سرکوبی ملت ما در ورارود و خراسان و هند و ایران عصر 19 از ما با حسن توجه تا حد نسبت رسومات ما منصفانه و محبانه سخن کرده است. خلاصه مونت استیوارت الفینستون 6 اکتبر سال 1789 در دونبیرتونشیر اسکاتلند زاده شده است. سال 1796 به خدمت شرکت بریتانیایی هندی شرقی درآمده، در سال 1801 معاون نمایندگی سیاسی بریتانیا در شهر پونه هندوستان تعیین می‌گردد. ماه سپتامبر سال 1808 زمانی که مونت به صفت نمایندگی سیاسی در نگاپور ایفای وظیفه می‌نمود، بنابر سببی که گویا فرانسه مقصد هجوم به آسیا را دارد و دربار امیر افغانستان فرستاده می شود. اقامت هیئت سفارت در قلمرو افغانستان با مدت توقف در پشاور از 25 فوریه تا 21 ایول سال 1809 ادامه یافته است. او از سال 1819 تا سال 1827 مقام فرمانداری را به عهده داشته در پیشبرد آموزش مردم محلی نقش مهمی داشته است که سنگ نوشته مرمرین دانشسرای الفینستون گواه آن همه کوشش های اوست. بعد بازگشت به بریتانیا به الفینستون 2 مرتبه مقام فرمانداری کل هند پیشنهاد می‌گردد، ولی او از پذیرفتن این مقام سر می‌پیچد. الفینستون 20 نوامبر سال 1859 در سیر وفات کرده است. تحقیقات هایی که به مثل تاریخ ادوار هند و مسلمانان، طلوع قدرت بریتانیا در شرق و افغانان، جای، فرهنگ، نژاد به قلم او تعلق دارند.
پرده‌دار دل. وقتی که برای ساله‌های موسیقی رو میاریم، برای ما نازکی‌ها و سیر و اسرار هر نوا، هر مقام گویا گشاده میشوند. هر سخن در میزان آهنگ سنجیده، از ضمیر دل گذرانیده، بعد نگاشته شده است. دیگر اینکه آن کسی درباره موسیقی مقام‌ها سخن گفته که این فن را بسا نازک و عمیق درک کرده، تجربه نموده، بسیار آموخته، بعد بیان ساخته است. آخر قانون محبت که بری از بم و زیر است، عشاق به هر ساز که دیدی زین نوا پرس، میگویند که بیهوده نیست. بیا که زلفی کجو چشم سرمست اینجاست، نگاهی گرم و ادا ای دل را با اینجاست، یارم من بیا که زلفی کجو چشم سرمست اینجاست، نگاهی گرم ادای دل را با اینجاست، جانم
زکاتی حسنی اگر میدی برای خدا بیا که زیبون سا همچو من گدا اینجاست یارم منم عشق صوت و نوا به دل آن شخصان موا گرفته که این فن را بسیار عمیق و دقیق از خود نموده در خواندن مقام و نواختن سازها استاد کسب خویش گشته و یا در عالم موسیقی یک تازگی یک نوگانی وارد نموده یا اینکه ساز اختراع کرده است. ما بر رساله های رومیو ریم اما کی انشا کرده است، کی نوشته است نامعلوم ماندند. نام و نسب خویش را افشا نساختند. انا ببینید ما چند وقت باز بر رساله موسیقی توجه ظاهر کرده همچون علم گفته های او را به شما پیشکش میکنیم. هر عباره، هر جمله هدف دارد، اسرار دارد. باز بالای این کس را وادار میکند که عمیق و دقیق به معنی هر سخن فرو رود تا به شنوندگان به قدر حال معنای هر یک آن گفته ها را بازگو نماید. ولی در بعضی حالت ها ما را دست نمیدهد که به عمق موسیقی ژرفتر بنگریم. چون سخن درباره 12 مقام می رود، این مقام را بسا عالمانه و همچون متخصص شرح و ایضاح دادن آن دانشمندان موسیقی برای ما دشواری را پیش می آورد. آخر ما پره از 12 مقام آگاهی نداریم. اجرایش و سرایشش را نشنیده ایم. بعضی شعبه و مشکلاتش را گویا در 6 مقام احساس می کنیم، درک می نماییم. برای ما همین آهنگ و سرودها گواهی بران می دهند که این شاه اثر مجموعه راز و نیاز، عقل و خرد دانشمندان، عالمان و شخصان صاحب مقام است. هر مقام، هر سرود، هر آهنگ در میزان عقل و دل صاحب دلان پدید آمده، به نوا در آمده. 1001 سنگر را گذشته تا به زمان ما آمده رسیده است. کجاست آن عقل و دلی که مفتون و شیدای این شاه اثر موسیقی خلق تاجیک نگردد؟ ما را بسیار خوشایند است وقتی در رساله ها می آورند که هر مقام جای خود، وقت خود، زمان شنیدن خود را دارد. بیایید به سخنان رساله موسیقی توجه نماییم. بدان که هر یک پرده ها را وقت مقرر است که هرگاه در آن وقت پرده معین خوانده شود، هر آینه خوشایند بود. چنان که اول روز خوشاینده بود، چنان که اول روز تا طلوع آفتاب نوروز خورا راست ماه خور آفتاب براید، دوگاه اشاق مهیر بکار آید. چاشتگاه، پنجگاه، حسینی، اوزال، مخالف، نماز دیگر، نوروز عجم، اصفهانک، نوروز عرب، بیات، رقب بکار آید. آخر روز نیریز، زنگوله، نیشابورک، شهناز، هنگام خفتن همایون، رهاوی، نهفته، مایه و چون شب یک جا رسد بگذرند به مغلوب، بزرگ، روی عراق، گوشت. در نصف شب تنها عراق بخوانند. هنگام بانگ خروس، زابل، کوچک، نغم بکار آید و چون صبح دمید اشیران، حصار و چون روز روشن شد سیگاه، حجاز، سبارا و دیگر مخرج هر دو مقام را یک آوازه بخیه کردند و آن بدین صورت است: اول راست و اشاق را به گردانیه، دویم بوسلیک و حسینی را به نوروز، سیوم اصفهانک و زنگوله را به سلمک، چهارم رهاوی و بزرگ را به شهناز، پنجم عراق و کوچک را به مایه، ششم نوای و حجاز را به گوشت. و دیگر بدان که استادان این علم شریف در این فن به نظر مهارت خودشان از دو مقام یک آوازه که ترکیب داده و در اینجا ترتیب کردن بدین گونه است: اول گردانیه از تیره راست به نرمی اشاق میخیزد، دویم نوروز از تیره بوسلیک و سیوم از نرمی حسینی و نرمی زنگوله خیزد، چهارم شهناز از تیره رهاوی و نرمی بزرگ خیزد، پنجم مایه از تیره عراق
و نرمی کوچک خیزد. ششم، گوشت از تیره نوا و نرمی حجاز خیزد. و نیز بدان که از ترکیب 3 گوه با 4 گوه اگر زیادت کنند عضال می شود و چنانچه به ترتیب فوق الذکر عمل نمایند مقبول اهل عالم گردند و هم گوینده و هم شنونده را ذوق تمام شود. ببینید چقدر پیش در پیش سخنها آورده شده درباره مقامها. اما از همه مهم آن است که هر مقام همان وقتی که تولید یافت از طرف خونیاگری ایجاد شد وقت می‌یابد، وقتی اجرایشش عیان می‌گردد. همان وقت اگر مقام موافق به وقت و ساعت را بشنوید خود را می‌یابید. موسیقی چیست و تأثیر آن تا کجاست بهر آدمان عیان می‌گردد. موسیقی سحر و پیشین و بیگاه در هستی کس مقام خود را پیدا می‌کند. از این رو خونیاگران اصیل و زیرک می‌دانند که در کدام وقت در نزد چی خیل آدمان کدام مقام را باید خواند. در چنین حالت او موقع می‌یابد و سرود و آهنگش به دل و جگر کار می‌کند و کس را اسیر خود می‌نماید. موسیقی علم است و درک آن در چنین پیشنهاد و در چنین پیچیدگی سخت مشکل. دیگر آنکه وقت و زمان آهنگ خویش را دارد، آن را ما باید بدانیم، بیابیم تا به عمق مقام برسیم. آخر چی بگوییم که همه سازها محو کار دلند، همه پرده ها پرده دار دلند. ترانه های دلانگیز. بیا ترانه خوانی بکنیم تا دلمان لبریز از عشق شود، تا سرود و شادمانی نصیبمان گردد. بیا ترانه خوانی بکنیم در حالتهای تنهایی، بی کسی، در وقتهایی که دلمان از غم پر است، از درد به فغان آمده. ترانه با ما همدم گردد، چاره‌ساز دل پر آه و پر ناله و گاهی افتاده شود. آدم و شعرا ابو عبدالله رودکی اولین بار رباعی خوانی کرده این شکل شعری را پیدا نموده. گویا از کودک چنین طرز شعرخوانی را آموخته. رباعی را او هست کرد، در شعر و شاعری وارد ساخت. رباعی ترانه شد، بهترین شکل شعری در ادبیات گردید. او گفت جز حادثه هرگز طلبم کس نکند، یک پرسش گرم جز تبم کس نکند. بر جان بلب آیدم و جز مردم چشم، یک قطره آب بر لبم کس نکند. و ما بی سبب این رباعی را نآوردیم. این یکی از بهترین رباعیات های آن استاد سخن است. عجیب آن که همین رباعی با شکل‌های دیگر در ایجادیات شاعران بعدینه دوچار می‌گردد. سرچشمه از کجاست و آن چیزان مورد استفاده گردیده و یا چطور دیگر شاعران در پیروی این رباعی دیگر رباعی ها گفته؟ عمر خیام سرآید. شب نیست که عقل در تحیر نشود و از گریه کنار من پر از دور نشود. پرمی نشود کاسه سر از سودا، هر کاسه که سرنگون بود دور نشود. ای چرخ ای چرخ دلم همیشه غمناک کنی، پیراهن فرخی من چاک کنی. باده کی وزد تو هر دم آتش کنیم، باده کی وزد تو هر دم آتش کنیم، آب کی خورم آب کی خورم در دهنم خاک کنی.
چون پرده در افتاد نه تو مانی و نه من چون پرده در افتاد نه تو مانی و نه من وقتی که سخن به دل خورد، پنجه زند، به جوش آورد، عشق طلوع کند، سخن از آن شعر سبزد. ترانه در ترانه گل کند. شاعران اصیل و صاحب استعداد از یک مصرع و یا یک عباره شاعرانه به گفتار آیند، با دل سرشار از مهر سرآیند و شعر خوانند. رباعی سرایی آنقدر رواج یافت و در ایجاد شاعران موقع پیدا کرد که ناگفتنی. ولی رباعی سرایی به شاعر توانا و دانا بیشتر دست دهد. آن رباعی اولیه که از استادان ابو عبدالله رودکی آوردیم خود گنج است، دردانه است و با صنعت بلند سخن تیرازی گفته شده. از این رو رباعی عمر خیام شبیه و هم معنای آن استاد شعر است. در مرور زمان پس از 11 عصر شبیه آن رباعی شاعر رباعی سرا ایرج زبردست رباعی را در پیروی آن رباعی گفته. شبیه هم معنا شاعرانه و رباعی خاص به خود آن شاعر از جهت طبیعی و صمیمیتش ایرج زبردست آورده. تب یک تبی ناگهان شکستم میداد، چون شمع سر شعله پرستم میداد. می سوختمان چنان که آتش تا صبح، فریاد زنان آب به دستم میداد. خیلی عجیب. اگر برای استاد رودکی بجز مردمک چشم آب به لبش نکند. در این رباعی آتش بیمار فریاد زنان آب از دستش میداد که سخن تازه شاعر است. ترانه میخوانیم و با کوتاه بیانی و شعریت بلند شاعر داده میشویم.
هم روبایی سرایی و هم دو بیت خوانی به دلها نشیند، به دلها هم نوا گردد. سخن شاعری اصیل هوس دیگر شاعران را آورد. از شعر شعر روید، از سخن سخن سبزد. از این رو شاعری معروف بازار صابر عاشق یک دو بیتی بابا طاهر گشته در قطار شعرهای دلخواهش آن را آورده گفته است: این دو بیتی از من نیست، ولی حیف است که در کتاب من نباشد. درختی سبز بودم کنجی بیشه، تراشیدن مرا با ضربی تیشه. تراشیدن تا قلیان بسازند که آتش در سرم باشد همیشه. سخن دل، سخن شاعری آتش نهاد همیشه فروزان و نوربار است. آخر شاعر دلش را منور می کند، در آتش سینه‌اش سخن را می پزاند و آن را چون بیرون آورد همه دلها را نورپوش و فروزان سازد. همین است ترانه خوانی، ربای سرایی، دو بیتی گویی. بیایید ترانه خوانی کنیم تا دلمان لبریز از نور عشق گردد. در آماده نمودن گفتار آزادزادگان اینها سهم گذاشتند: شهاب‌الدین حق نظر، فیروزه شریف، دلشاد الصمدوف، آبیجان سیدزاده، دلشاد میرزا و منوچهر طاهر. شاد و سربلند باشید تا هفته دیگر. خداحافظ.